رسانه‌های دولتی ایران گزارش دادند که مجتبی خامنه‌ای به عنوان جانشین پدرش در مقام رهبری جمهوری اسلامی انتخاب شده است. این در حال است که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پیشتر هشدار داده بود که هر فردی که به عنوان جانشین علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تعیین شود ممکن است با تهدیدهای جدی روبرو گردد. او همچنین گفته بود که درباره آینده رهبری در ایران فشارها و تصمیم‌های بین‌المللی نقش مهم خواهند داشت. سمت و سوی ایران با رهبری جدید به کجا می رود؟ فرزند پدر رهبری تندتر نسبت به پدر خواهد داشت یا آرامتر؟ مشکل ترامپ در گزینش مجتبی خامنه‌ای چیست و رهبر جدید ایران باید از دید ترامپ چه کسی می بود و چرا؟ درود و ارادت، شب شما بخیر. به خبر و تحلیل ساعت 7 امشب با من سعدالدین حکیمی خوش آمدید. برای تحلیل این موضوع همراه می شویم با آقای مهرداد فرهمند، کارشناس امور خاورمیانه. فرهمند صاحب سلام، خوش آمدین به برنامه. ایران با رهبری جدید مسیر گذشته را طی می کند یا مسیر تازه‌ای را؟ سلام بر شما و بینندگان گرامی. من گمان می‌کنم که همان مسیر گذشته را ایران ادامه خواهد داد با رهبری جدید و بلکه تندروتر از گذشته هم پیش خواهد رفت. سید مجتبی خامنه‌ای کاملا همون طرز فکر پدرش را داره و اتفاقاً بسیاری از خطاهایی که به پای پدرش نوشته شد که باعث شد که ایران سرانجام کارش به جنگ با آمریکا و اسرائیل بکشه و تندروی‌هایی که هم در سیاست داخلی و هم در سیاست خارجی ایران رخ داد، مسئولش شخص مجتبی خامنه‌ای بود. او به خصوص در 10-12 سال گذشته در بیت رهبری جمهوری اسلامی نقش تعیین کننده‌ای داشت. بله. و نام او از زمانی مطرح شد در صحنه سیاسی ایران در سال 1384 که با به اصطلاح مهندسی انتخابات اون زمان باعث شد که محمود احمدی نژاد انتخاب بشه به ریاست جمهوری و همچنین در سال 88 و اعتراضهایی که به نتیجه انتخابات رخ داد و در پی اون، یعنی همیشه مجتبی خامنه‌ای تندروترین جناح داخل جمهوری اسلامی رو مدیریت می‌کرده و اکنون هم که او به عنوان رهبر انتخاب شده، علاوه بر اینکه شخصیتی تندرو داره و همون تندروی‌های پدرش رو به ارث برده، در این حال پدرکشتگی هم الان داره. ما این رو یادمون نرود که او در حالی رهبر شده که همین چند روز پیش آمریکا پدرش، مادرش و همسرش و برخی دیگر از خویشاوندانش را کشته. در نتیجه الان او خونخواه هم هست و همین باعث می شود که سیاست تندروآلودتری در پیش بگیره. خب با اشاره به سالهایی که شما اشاره کردین برش آقای فرهمند، مجتبی خامنه‌ای چی کارهای تندروتر را در آن سالها انجام داده است؟ ببینید، من نمونه‌هایی رو اشاره کردم که سال 1384 برای اولین بار نام مجتبی خامنه‌ای در صحنه سیاسی ایران حذف شد. قبل از اون ما نامی به شکل رسمی از اون نمی‌شنیدیم. چی باعث ولی رسما نامش بله در نامه‌ای مطرح شد که مهدی کروبی رئیس مجلس و نامزد انتخاباتی آن زمان در اعتراض به نتیجه انتخابات 1384 نوشت و گفتش که مجتبی خامنه‌ای بوده که انتخابات رو به گونه‌ای سازماندهی کرده که در نهایت محمود احمدی نژاد برنده بشه. یعنی از خود یک کاروایی را نشان داده در اون زمان. بله. یعنی این اولین ظهور رسمی سیاسی بود. اگر قبلا هم بود ظهور رسمی نداشت و این بار نامش رسمی مطرح شد. پس از اون هم بسیاری از تصمیم‌گیری‌های تندروانه دیگر، اونهایی که در واقع حذف اصلاح طلبان، تلاش برای اینکه افرادی تندرو همچنان در انتخابات پیروز بشن، چه در سطح ریاست جمهوری چه در سطح مجلس، انحصار طلبی، اینها همه در واقع با مدیریت مجتبی خامنه‌ای و گروهی انجام میشد که زیر نظر او در اطلاعات سپاه، یعنی در دستگاه اطلاعاتی امنیتی و نظامی ایران نقش داشتند و به هر حال او نقشی تعیین کننده داشت در زمانی که پدرش همچنان زنده بود و حالا همون جناح او را به رهبری رساندن در یک سازوکاری که هنوز مشخص نیست که قانونا آیا درست بوده یا خدشه‌دار بوده. برای اینکه انتخابات در مجلس خبرگان بنابر آیین‌نامه‌اش باید به صورت حضوری
جلسه‌اش تشکیل بشه و حضوری رای گیری کنند. اما این بار مجلس خبرگان به شکل غیر حضوری رای گیری درش شده و خب این یک مقداری خدشه وارد میکنه به مشروعیت انتخاب مجتبی خامنه‌ای. درست. آنچه که شما گفتین آقای مجتبی خامنه‌ای تندروتر از پدر عمل میکنه، آیا با فشارهای جدیتر یا نبردهای سخت‌تر با آمریکا روبرو نخواهد شد؟ طبیعتا همینطور خواهد شد، چون که قبلا دونالد ترامپ گفته بود که اگر هم شخص تندرویی به رهبری برسه ما او را هم حذف خواهیم کرد. البته مجتبی خامنه‌ای همین اکنون هم زخمی است و گفته میشه که اون الان بستری است ولی خب به شکلی نیست که جانش رو تهدید بکنه، یعنی به زودی بهبود خواهد یافت. ولی آمریکا و اسرائیل احتمالاً دنبال این باشن که او را حذف بکنن، ولی این رو باید در نظر داشت که حذف سران سیاسی و نظامی الان بسیار سخت‌تر از روز آغاز جنگه. در روز آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل موفق شدن عده‌ای را حذف بکنند، اما پس از اون به خاطر تدابیر امنیتی که این افراد دارند و اینکه عنصر غافلگیری دیگر الان مطرح نیست، در نتیجه حذف اینها دشوار خواهد بود و با رهبری مجتبی خامنه‌ای هر گونه چشم‌اندازی از اینکه انعطافی از جانب ایران نشان داده بشه و به سوی آتش‌بس بریم بسیار کمرنگ خواهد شد. خب آقای علی خامنه‌ای هرچند پیر خردمند بود و هر تصمیمش بر مبنای تدابیر بیشتر اجرا میشد، فکر نمی‌کنین که با رهبری مجتبی خامنه‌ای یا با احساسات بیشتر تندروی بیشتر شود یا ای که امو از علم کمتر زودتر تسلیم آمریکا شود؟ خیر، اتفاقا علم کمتر به تسلیم نمی انجامد، بلکه علم کمتر به این می انجامد که یا تجربه کمتر. بله، هر دوی اینها، یعنی هم علم کمتر و هم تجربه کمتر، اینها باعث می شود که تندروتر بشود، نه اینکه انعطاف نشان بدهد و تسلیم بشود. به این دلیل که خب اگر که اساساً کار بر اثر آگاهی و تجربه بود، ایران باید جلوی به هر شکلی و با دادن هر امتیازی جلوی این را که وارد جنگ بشه و هدف حمله آمریکا و اسرائیل قرار بگیره میگرفت. و عقلای قوم در ایران همه تلاش کردن، بعد از جنگ هم همه در تلاش بودن. افرادی که در واقع خردمندان جمهوری اسلامی هستند از هر جناح، یعنی چه اصلاح طلبان چه اصولگرایان، همه تلاش هایی کردند که با انتخاب رهبر رو به تعویق بیاندازند تا بلکه شورای رهبری در این مجالی که وجود داره بتونه انعطافی ایجاد بکنه و به سمت آتش بس بره، نه به سمت ادامه جنگ. بله. ولی به نظر میرسه که در ایران الان کلا اداره امور به دست سپاه پاسدارانه و سپاه پاسداران در همین روزهای گذشته هم مستقل عمل می‌کرد، یعنی فرمانبری از شورای رهبری ایران نداشت. ولی اکنون کسی را به رهبری انتخاب کردند که کاملا با سپاه پاسداران هماهنگه. سپاه پاسداران به نظر میرسه بر اساس راهنمودی که پیش از کشته شدن آیت الله خامنه‌ای از او گرفته، به دنبال این هست که جنگ رو به هر قیمتی ادامه بده و تسلیم نشه. الان هم خب رهبر کشور با او همراهه و در نتیجه من خیلی گمان نمی‌کنم که مسیری که مجتبی خامنه‌ای در آن گام برداره اساساً تسلیم یا آتش‌بس در آن دیده بشه. خب اشاره ای را شما داشتین به زخمی شدن مجتبی خامنه‌ای ناشی از حمله آمریکا در همان شبی است که رهبر ایران کشته شد یا تازه است؟ خیلی مشخص نیست، به دلیلی که در این زمینه اطلاع رسانی دقیقی انجام نمیگیره. آنچه که من میگم بیشتر بر اساس شنیده‌هایی است که از افرادی که از در داخل که مطلعند. یک نظریه این هست که اون در همان روز نخست زخمی شده و نظریه دیگر هست که در حمله دومی که به بیت رهبری شد، همین فکر می‌کنم 2-3 روز پیش بود که بیت رهبری که قبلا هم بمباران شده بود بار دیگر بمباران شد. یعنی با اینکه در حمله اول که هفته گذشته بود و آقای خامنه‌ای در آن کشته شد، بمباران سنگینی شد بیت رهبری، ولی بعد مثل اینکه دو مرتبه بمباران کردن که آن پناهگاه‌های زیرزمینی را هم از بین ببرند، چون گمان می‌رفت که مثلا همین مجتبی خامنه‌ای در اون پناهگاه باشه. حالا معلوم نیست که آیا او در اون بمباران اول زخمی شده یا در بمباران دوم. بله. اشاره داشتین به اینکه مجتبی خامنه‌ای نسبت به پدر تندروتر است. آیا این تندروی‌تر یا این گزینه تندروی که بیشتر از پدر داره علی مجتبی خامنه‌ای او رو واخواهد داشت که استفاده از سلاح‌هایی را کنه که قبلا گفته شده بود که ایران داره اما به نمایش نگذاشته است؟
خب ما نمیدونیم که این سلاح‌ها چه هستند و بله اگر که ایران سلاح‌هایی داشته باشه که هنوز به کار نبرده، در زمانی که احساس بکنن که در جنگ وضعیت بر آنها تنگ‌تر شده احتمالاً به کار خواهند برد، گرچه ما هنوز نمیدونیم که آیا چنین سلاح‌هایی وجود دارد یا نه. بله. و نکته دیگر مسئله سلاح هسته‌ای است که برخی کارشناسان معتقدند که ایران همچنان امکان ساخت سلاح اتمی را دارد. بله. شاید اشاره به سلاح همین باشه، ولی ما همچنان واقعا نمیدانیم که آیا این صرفاً یک نوع بلوف بود یا اینکه واقعا ایران سلاحی دارد، و اگر داشته باشد به نظر من مجتبی خامنه‌ای کسی است که از اون برمیآید که از چنین سلاحی استفاده کند. درست. خب مشکل ترامپ میشه که همون نکات را اشاره کنین برش که ترامپ در کدام نکات با رهبری یا گزینش مجتبی خامنه‌ای در رهبری ایران مشکل داره؟ خب ترامپ خیلی به صراحت گفت که میخواهد کسی رهبر بشود که تسلیم شود. بله. و خب قطعا مجتبی خامنه‌ای کسی نیست که تسلیم شده. و به خواست آمریکا پیش بره؟ بله به خواست آمریکا پیش بره، یعنی تسلیم شدن از دید ترامپ این هستش که شخصی بیاد که کاملا با آمریکا هماهنگ بشه، خواسته های آمریکا رو بپذیره در درجه اول، و در درجه دوم همین که با آمریکا در سیاست‌های آمریکا همراه بشه، یعنی اساساً سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو تغییر کاملی بده. ولی مجتبی خامنه‌ای به هیچ وجه چنین کسی نیست. او چنین خواسته رو نمیتواند برآورده کند. خب آن کسی که توانایی این کار را از دید ترامپ داشت چه کسی مورد نظرش بود؟ ببینید کسان دیگری هستن، مثلا حسن روحانی کسی بود که خیلی ها امیدوار بودند به اینکه او به رهبری برسد. حسن روحانی که رئیس جمهور اسبق ایران بود. بله. و او میتوانست که اون خواسته که ترامپ دارد برآورده کند و با کمترین هزینه برای کشور، یعنی تسلیم صورت نگیرد اما به نوعی ترک مخاصمه و ترک دشمنی میان ایران و آمریکا اتفاق بیفتد. و خود او هم دیروز بیانیه‌ای داد و در اون بیانیه ابراز امیدواری کرد که رهبری کشور با خردمندی صورت بگیره و بدون عجله، و بعد هم این که اصلاحاتی بنیادی صورت بگیره. این کلماتی که به کار برد کاملا خط مشی او را نشان میده که برای آمریکا انتخاب حسن روحانی میتوانست که ایدئال باشد. اما حتی در رأیگیری که در مجلس خبرگان انجام گرفته هیچ نامی از حسن روحانی نیامده. یعنی رأیگیری یکی مجتبی خامنه‌ای بوده، یکی اعرافی بوده که الان عضو شورای رهبری است و دیگری هم مدرسی یزدی. بله. خب در صورت تشدید تنش‌ها ای که آمریکا مستقیم حملاتش را بالای ایران وار میکنه، آیا در صورت ناکامی ایران و در صورت ختم توانایی ایران کشورهای دیگه آسیب از این ناحیه میبینن یا خیر؟ ببینید بستگی داره که مراحل بعدی جنگ چگونه پیش بره. چند احتمال میتوان در نظر گرفت. یکی این که هر دو طرف همچنان صرف نظر از اینکه چه هزینه‌ای به بار بیاد جنگ رو ادامه بدن. بله. از جمله هزینه‌ها این هستش که ایران کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس رو هدف بگیرد و اونها حمله بکنه و با قیمت نفت بالا بره. الان قیمت نفت خیلی بالا رفته. هفته گذشته بهای نفت برنت دریای شمال $64 بود، الان شده $117. بله. و قیمت بنزین در آمریکا افزایش چشمگیری پیدا کرده و این ممکن است که همچنان ادامه پیدا کنه. اینها هزینه‌هایی است که به شکل جهانی به بار میاد برای از این جنگ و کشورهای عربی هم آسیب می‌بینند. اما درست. آمریکا اگر که جنگ ادامه پیدا بکنه ممکنه که آمریکا بیاد و وارد یک فاز تازه‌ای بشه یا حتی اسرائیل مستقل از آمریکا. اونم این هستش که به نوعی جنگ زمینی ایجاد بکنن، نیروی کماندویی داخل بفرستن، از نیروهای کرد مثلا استفاده کنن و جنگ رو به روی زمین بکشونن. اینها احتمالاتی است که مطرحه، ولی به نظر میرسه که سپاه پاسداران ایستاده که حتی اگر در داخل کشور جنگ شد، حتی اگر ایران مانند یمن بشه، مانند ویتنام بشه، همچنان پای این جنگ ایستاده. درست. فرح منصب میشه که کوتاه اشاره به این داشته باشین که جنگ یا نبرد 10 روزه آمریکا و ایران چقدر جنبه تبلیغاتی داشت و چقدر واقعی بود؟ خب واقعی بودنش رو ما کاملا می‌بینیم. از چه تعداد در داخل ایران ما الان کشته‌های غیر نظامی داریم. هدف ما شدتش است که نبرد رخ داد، اما شدت آن چقدر تبلیغاتی بود؟ شدتش بسیار زیاد بود، چون نتایجش کاملا آشکار و مشخصه. شما در نظر بگیرید که رهبر کشور کشته شده. بله. از فرماندهان عالی رتبه نظامیش کشته شدند. شهر تهران الان سوراخ شده. خیلی از شهرهای کشور
آسیب‌های جدی دیدند. همین دیروز آسمان تهران سیاه شده بود و این به خاطر اینکه انبارهای سوخت رو اسرائیلی‌ها منفجر کردند و در شهر تهران سیاه شد. بله. اینها چیزهای کمی نیستند، یعنی به اینها نمیشه باید گفت تبلیغاتی. بسیار جنگ جدی است و بسیار جنگ خونباری است. میشه در جایش هم اضافه کرد که آنچه که رخ داده نسبت به او کمتر بازتاب یافته. فکر می‌کنم بله، کمتر هم بازتاب یافته، به دلیلی که ایران از لحاظ تبلیغاتی بسیار ضعیف عمل می‌کند. شما یک نمونه در نظر بگیرید که یک مدرسه در مینا بمباران شد، در 160 دختر دانش آموز، دختر کوچک کشته شدند. بله. ولی اگر این اتفاق در غزه یا در یمن افتاده بود الان تمام دنیا اعتراض می‌کردند. ولی شما اصلا آیا اعتراضی از جایی دیدید؟ خیر، من که ندیدم. خیر، دیده نشد. خب از ناحیه آمریکا اگر این قضاوت کنیم، چقدر آمریکا در این نبرد تبلیغاتی عمل کرد و چقدر جنگ خودش را بزرگ نمایش داد؟ خب آمریکا در لحاظ تبلیغاتی قوی عمل میکنه، ولی به نظر نمیرسه که این جنگش خیلی در دنیا طرفدار داشته باشه. بله. در افکار عمومی این جنگ خیلی طرفدار نداره در کشورهای مختلف و حتی همپیمانانش با او همراه نشدن. اروپایی‌ها با جنگ مخالفند، گرچه مثلا انگلیس و فرانسه حاضر شدن که بیان در این جنگ فقط در قسمت دفاعی شرکت بکنن، نه در قسمت تهاجمی، ولی کشورهای مهمی هم اعتراض کردند و این جنگ را غیرقانونی دانستند. حالا همین امروز هم روسیه یک پیشنویس قطعنامه‌ای را به شورای امنیت سازمان ملل داده برای اینکه شورای امنیت قطعنامه‌ای برای توقف این جنگ صادر بکنه که البته بعید به نظر میاد که این قطعنامه با وجود وتوی آمریکا بتونه از تصویب بگذره. خب منحیث پرسش اخیر آقای فرهمند، راه حل پایان دادن به درگیری‌های موجود میان ایران، آمریکا و اسرائیل چی خواهد باشه از نظر شما و چی فکر میکنین که چی چیز بهتر عمل خواهد کرد در نقطه پایان گذاشتن جنگ؟ بعد هر دو طرف به یک نقطه سازش برسند. بعد هر دو به نحوی به یک نقطه سازش. با همین رهبری مجتبی خامنه‌ای؟ خب با این رهبری مجتبی خامنه‌ای چنین امیدی بسیار بسیار ضعیف شده. بله. و لازم است که در واقع بتونن خردمندان در ایران کاری بکنند و همچنین خردمندان در آمریکا، چون در سمت آمریکا و به خصوص اهرام اسرائیل هم مهمه. یعنی اگر که حتی آمریکا حاضر به سازش باشه، اسرائیل که حاضر نیست و برای اسرائیل اصلا اهمیتی نداره که کشور ایران با خاک یکسان بشه، همه مردمش کشته بشند و به زمین سوخته و چند پاره تبدیل بشه. برای اسرائیل اصلا مهم نیست. ولی خب اگر آمریکا نمیخواد چنین اتفاقی بیفته، باید که از حسابش خودش رو از اسرائیل جدا بکنه که این هم بسیار بعید. اگر ایران بخواد که خردمندانه در اینجا عمل کنه، باید رهبر جدید را انتصاب کنه. ایران باید یا رهبر جدید رو این رهبر جدید رو ازش در واقع سلب اختیار بکنه. بله. که خب کار بسیار سختی است. برای این کار باید که با سپاه پاسداران همراه باشه. یعنی الان همه کلید در دست سپاه پاسدارانه. بله. سپاه پاسداران اگر همراهی بکنه امکان سازش هست. با سپاس و امتنان از حضورتان در برنامه آقای مهرداد فرهمند، آگاه امور خاورمیانه. ادامه خبرها. قرار است امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد نشست درباره افغانستان برگزار کند. در این نشست معاون دبیر کل سازمان ملل متحد گزارش درباره وضعیت افغانستان ارائه خواهد کرد. هرچند جزئیات بیشتری در این باره منتشر نشده است، اما پیش از این سخنگوی امارت اسلامی گفته بود که برگزاری چنین نشست‌های بدون حضور نماینده افغانستان نتیجه در پی نخواهد داشت. در این نشست به وقت افغانستان ساعت 11:30 شب در ایالت نیویورک آمریکا برگزار می شود. با سپاس و امتنان از توجهتان به این ساعت خبر. تا درود دیگر، بدرود.